سلام خدمت دوستای عزیز. یه نکته خیلی مهم موقع استفاده از فیلتر زغال اکتیو است، اینه که حتما بالای فیلترمون پنبه رو قرار بدیم تا محصولی که میاد بیرون به صورت یک نواخت پخش بشه، از روی زغال رد بشه تا ما بتونیم یه بازدهی خوب از زغالی که فعال کردیم تو فیلتر گذاشتیم داشته باشیم. و موقعی که پنبه بالا قرار میگیره ما رنگ محصولمونم قشنگ میتونیم ببینیم چه رنگیه. و بهتونم گفتم زغال اکتیو هر کیلوش 100 لیتر محصول رو جواب میده، تا 3 بارم میتونیم بشوریم دوباره استفاده کنیم، یعنی هر کیلو 300 لیتر محصول رو جواب میده. حتما باید پنبه رو بالای همه لایه ها قرار بدیم. دقت کنید، عکسش هم اونجا گذاشتم. دوستای عزیز خیلی از پیجا که کندانسورای مسی میفروشن اینطوری نمیگن، پنبه رو نمیگن بالا قرار بدید، واسه اینکه اون رنگ تیرگی و سیاهی و کثیفی روی پنبه رو شما نبینید.